در مورد دختری قصه میکنن که خواستگارانی بسیار زیادی داشته است، اما پدر بزرگوارش به بهانه‌های مختلف هر خواستگار را رد میکرد. وقتی یک جوان می آمد می گفت این جوان وظیفه ندارد، این نمیتواند داماد خوب برای ما باشد، و یا می گفت این بیکار است، و گاهی هم می گفت فلانی مناسب ما نیست. باز کسی دیگری اگر می آمد می گفت این خو از طبقه پایین است، اینا اون فرهنگ ما را ندارند. میگوین بعضیا اینا خو بی فرهنگ هستند، ما را ببین، خانواده ما را ببین و یا را ببین، ما و یا جور نمیاییم. تا اینکه سن و سال این دختر از 40 به بالا رفت، دیگه خواستگار هم نمی آمد، تا جایی رسید که این دختر مریض شد، مشکلات روانی و عصبی پیدا کرد، تا جایی رسید که به مشکلات عصبی دچار شد، با مشکلات روانی دچار شد، بردن او را شفاخانه، کارش به بستر انجامید، دیگه تقریبا در بستر مرگ افتاد و آخرین لحظاتش بود. پدر بزرگوارش و تمام اعضای خانواده در اطرافش جمع شدند. پدرش بر بالای سرش ایستاد شد، گفت دخترم مرا ببخش، من در حقتان کوتاهی کردم و ظلم کردم. دختر برایش میگوید پدر بگو آمین. پدرش میگوید آمین. دختر دستهایش را بلند میکند، میگوید پروردگارا، این پدرم مرا از ازدواج محروم کرد، او را از جنتت محروم کن. پس گریه میکند، میگوید پدر من چطور تو را ببخشم، در حالی که دختران دیگر که همسن سال ما بودند و دوستان ما بودند آنها صاحب اولادند و نواسه ها، و من الان در بستر مرگ افتاده ام. 40 سال می شود که در 4 دیواری تو بودم و در خانه تو بودم. پدر چطور می توانم تو را ببخشم؟ تو مرا از حق محروم کردی، الله تو را محروم کند. برن پدران و مادران در حق دخترانشان از الله بترسند.